انقدر این مبحث گسترده‌ای که واقعا من نمی‌دونم از کجا شروع کنم و چجوری بگم. و حتی به یک دلیل که من چجوری خود این دوتا رو تجربه کردم توی کارم و توی زندگیم، از وقتی که کشف کردم کدوم بخش من واقعیت منه و کدوم بخش رویای منه و چرا من این بازی از رویا به واقعیت رو، از واقعیت به رویا رو اینقدر تو زندگی معمولیم نه به عنوان یه فیلمساز دارم. و بیشتر از اونجایی که کشف کردم که این اصلا مربوط به یک کارگردان نیست، مربوط به یک روشنفکر نیست، مربوط به تمام طبقات و این تنها حس رویا کردن مهمترین چیزی است که بین تمام خلق الله تقسیم شده به نسبت، نه به نسبت، به اندازه. حالا بعضی ما میتونیم راجع به رویاهامون حرف بزنیم، بقیه نمیتونن حرف بزنن و میتونن رویا بکنن. یعنی رویا کردن در واقع یکی از بارزترین خصوصیاتی است که یکی از پدیده‌های شگرفی است که به نظر من به انسان عطا شده به شکلی. ما میگم ما راجع به بقیه خصوصیاتمون مثل حس بینایی، چشایی، شنوایی و بقیه مطلعیم و گاهی هم شاکریم بابت اینها، اما راجع به این که میتونیم تخیل بکنیم هیچ وقت فکر نکردیم که چه امکانات عظیمی در اختیار ماست بابت رویا کردن و اصلا فانکشن این رویا چی، از کجا آمده، چرا ما میتونیم رویا کنیم و چرا باید رویا کنیم. اگر این عمل کردی در زندگی ما نداره اساسش بر چیه، چرا، از کجا آمده؟ خب ریشه‌اش رو در این دیدم که خب ما چه مواقعی بهش پناه میبریم، مواقعی که از شرایطمون احساس نارضایتی میکنیم و چه سیستم غریبی هم هست که هیچ سیستم دیکتاتوری دو جهان بزرگترینش نمیتونه کنترل کنه. یعنی هیچ سیستم تفتیش عقاید نمیتونه کنترل بکنه رویا کردن تو رو میتونه جسماً در یک زندان، در یک سلول حبس بکنن، اما تو این توانایی داری که مثلا در دوران محکومیتت که چندین ساله عمدتاً خارج از اونجا به سر ببری بدون که کسی بتونه تو رو کنترل کنه. در واقع با شکل رویا کردن تو از دیوارهای صعب العبور میگذری بدون اینکه اثری به جا بذاری و برمیگردی. حالا باز برگشتن به نظر من خب ما میگیم وقتی میریم بیرون چرا برمیگردیم در واقع، و این اون اعتبار واقعیته که تو باید برگردی به واقعیت برای اینکه ببینی واقعیت چیه. در واقع از طریق رویا کردن این شانس رو داری که تحمل بکنی بعضی از سختی‌های زندگی که غیر قابل تغییرن. یعنی میری بیرون رویا میکنی، تر و تازه تر برمیگردی. مثل میگم فضای اتاقی که وقتی خفه و بسته است پنجره رو باز میکنی و رو به بیرون و اجازه میدی که هوا داخل اتاق بشه و یا خودت حس نفس میکشی. رویا یه پنجره است به نظر من به زندگی ما.